میکنم خدمت شما دوستان گرامی. توی این ویدیو میخوایم در خصوص آپدیت های جدید سایت جی تی متریکس باهاتون صحبت کنیم. مواردی که تغییر کرده و یک سری نقطه نظرات رو برای این موضوع ایجاد کرده. اینکه حالا تمرکزها باید از رو صفحه اصلی روی تمام صفحات بره. اینکه معیار جی تی متریکس هم بر اساس لایت هاوس شده و یه مقدار تفاوت ایجاد شده با نسخه قبل. و اینکه حتی یک سری افراد هستن که میگن که خب این نحوه بهینه‌سازی شاید خیلی درست نباشه، اما به هر حال آپدیتی هستش که اعمال شده و اون مواردی که توی این نسخه جدید تغییر کرده رو ما میخوایم توی این ویدیو براتون توضیح مختصری بدیم. خب همونطور که مشاهده میکنید پرفورمنس اسکور تبدیل شده به جی تی متریکس گرید. این تغییر اولی هستش که شما مشاهده میکنید. بنابراین دو موردی که داشتیم، یعنی پیج اسپید اسکور و وای اسلو اسکور، حذف شدن و به جاش پرفورمنس و استراکچر هستش که اضافه شده. در کادر کناری مشاهده میکنیم که وب ویتالز رو اضافه کرده و طبیعتا اون موارد داخلی هم تبدیل شده به، من خلاصه میگم که سریعتر رد بشیم، TBT، LCP و CLS. و این تغییرات جدید هست که اعمال شده. توی قسمت پرفورمنس اگر بخوایم یک ترجمه ازش داشته باشیم، بیشتر به این معنی هستش که داره یک عملکردی از وبسایت شما رو بر اساس الگوریتم لایت هاوس شرح میده. و توی مورد دوم استراکچر، همونطور که مشاهده میکنید، بیشتر معنی ساختار وبسایت شما رو داره که بر اساس الگوریتم PX هم این بررسی انجام میشه. توی مورد سوم کادر کناری وب ویتالز، ما شاهد این هستیم که بخوایم یک ترجمه از این مفهوم داشته باشیم، این هستش که مجموعه کوچیکی از معیارهای اصلی هست که به تطابق انتظار گوگل از ارائه شما برای کاربر اشاره میکنه. اینکه تا چه حد شما تونستید اون موارد رو برای کاربرتون فراهم بکنید. حالا میخوایم دونه دونه اینها رو بررسی کنیم، از largest contentful paint تا موارد دیگه TBT و CLS که توی همین جلسه ما بهشون اشاره میکنیم. اول از همه به LCP میپردازیم. LCP مفهوم اصلیش این هستش که چه مدت طول میکشه تا بزرگترین المان سایتتون، عنصر محتواییتون، برای بازدید کننده قابل نمایش باشه. در اصل داره به سرعت بارگذاری صفحه اشاره میکنه. اینکه در زمانی که صفحه شما داره لود میشه، بزرگترین المانش، حالا میخواد اسلاید باشه، میخواد ویدیو باشه، اون موردی که هستش تا چه حد میتونه برای کاربر بارگذاریش سریعتر انجام بشه. حتی اگر روی این علامت سوال هم شما نگه دارید، مشاهده میکنید نوشته که اگر مقدار برابر 1.2 ثانیه یا کمتر باشه، میتونه عملکرد خوبی رو برای سایت شما داشته باشه. حالا راه‌های بهبود این LCP چیا میتونه باشه؟ از کاهش زمان پاسخ سرور که راهاش استفاده از کش و CDN و یک سری موارد دیگه هست میتونه باشه، تا بهینه‌سازی تصاویر و فیلم هاتون از نظر ابعاد و حجم اونها، و تصاویر و ویدیوها توی فرمت های جدید و کم حجم‌تر هستش که میتونه به سایت شما کمک بکنه تا امتیاز لازم رو کسب کنید. توی نسخه دوم TBT هستش که ارائه شده. بیشتر TBT به این معنا هستش که توی فرایند بارگذاری صفحه چه مدت زمانی رو توسط اسکریپت ها این بارگذاری مسدود میشه. بخوام اگر بهتون راحت تر بگم، اینه که صفحه سایت شما چقدر طول میکشه که تا زمان بارگذاری کاربر بتونه قبل از بارگذاری کامل از المان هایی که هست و مواردی که هستش استفاده کنه و براش قابل مشاهده است. راه های بهبود این مورد رو اگر بخوایم اشاره کنیم، از کاهش زمان اجرای فایل های جاوا اسکریپت هست تا حذف فایل های جاوا اسکریپت غیر قابل استفاده و جایگزین کردن حالا کتابخونه های بزرگ جاوا اسکریپت، گزینه های کوچیکتر برای حالا هر وبسایتی که متفاوت هم هستش. مورد سوم رو اگر بخوایم ما اشاره کنیم CLS هست.
معنیش به این شکل هست که میزان تغییر حالا المان و چیدمان های صفحه شما در حین لود شدن صفحه نمیدونم چقدر به چشمتون خورده، مخصوصا توی نسخه های موبایل. زمانی که یک صفحه داره لود میشه، این المان ها تا زمان بارگذاری کامل ممکنه که بالا پایین بشن یا مثلا از سمت راست صفحه بارگذاری کاملشون انجام بشه. این یکی از مواردی هستش که میتونه برای رتبه بهتری توی CLS تون تاثیرگذار باشه. باز هم میگم مخصوصا توی نسخه های موبایل که این جابجایی المان ها بیشتر دیده میشه. راه های بهبودش هم میتونه تعیین ابعاد صحیح تصاویر باشه، یا اگر موارد جدیدی میخواد به سایتتون اضافه بشه مثل تبلیغات، آگهی ها یا مطالب جدید، توی پایین ترین جایگاه از دید کاربر توی اون صفحه باشه که این تغییرات خیلی به چشم کاربر هم نیاد. حالا از این موارد که بگذریم، اون چیزی که لازم هست بهبود این رتبه ها هستش که حالا شیوه هایی هم که دارن اجرا میکنن یه مقداری متفاوته. اما اگر بخوایم واقعا رتبه هامون رو بهتر بکنیم، به عنوان مثلا سایت دیجیکالا رو آوردیم توی این صفحه، یکی از گزینه‌های مشترک حالا جی متریکس نسخه قدیم و لایت هاوس، متد لایت هاوس که توی جی متریکس استفاده شده، بخش واترفال هست. اگر شما بتونید مشکلاتی که ارائه شده رو بر اساس اون گزارش واترفال بهینه بکنید، میتونید امتیاز خیلی خوب و قابل قبولی رو از این سایت جی متریکس به دست بیارید. با این حال ما حتما توی یک سری ویدیوهای جدید و کامل نحوه بهینه سازی رو بر اساس جی متریکس و آپدیت های جدیدی که داره حتما بهتون ارائه میدیم. توی این جلسه بیشتر خواستیم که اون مواردی که حالا تغییر پیدا کرده یا اضافه شده رو آموزش بدیم. امیدوارم که جلسه خوبی بوده باشه. اگر سوال یا نقطه نظری هستش حتما توی کامنت ها برای ما مطرح کنید. به بهبود و کیفیت آموزش ها حتما کمک میشه. تا جلسات بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا